بسم الله الرحمن الرحیم. درود و عرض و ارادت خدمت همه بیننده ها و شنونده های عزیز. صبح همه تان بخیر. امیدوارم خوب و صحتمند باشین. بازم به برنامه طبیب خانواده خوش آمدید. به سلسله برنامه های گذشته ما باز هم امروز یک موضوع مهم و اساسی دیگر را خواستیم در موردش صحبت کنیم. این که تب محرقه چی است، چه طور ایجاد میشه، اعراض علائمش چی است، کدام افراد بیشتر در معرض خطر هستند، آیا واقعا گرما یا همهوای گرم ربطی به تب محرقه دارد؟ چون بعضی اعضا به این فکر هستند، به اطفال خود یا هم به اعضای خود میگن که هوا گرم از بیرون نرین که محرقه میشین. آیا این گپ درست است؟ ربطی داره؟ امروز این موارد را بحث میکنیم. دکتر عبدالجبار مومنیار، متخصص داخلی عمومی و جهاز اسمی. دکتر صاحب سلام، صبح بخیر، خوش آمدین به برنامه. و علیکم سلام دکتر صاحب گرامی، سلام به شما، سلام به تمام هموطنان گرامی ما. با امید از که روز را با خوشی و لبخند آغاز کرده باشند. تشکر از دعوت شما، من در خدمت هستم. خیر باشین. دکتر صاحب تب محرقه چی است؟ بله، موضوع خوب را انتخاب کردین. متاسفانه در این روزا واقعات این مریضا زیاد شده در کلینیک ها و شفاخانه ها. تب مرقه یا یک تعداد از هموطنان ما به نام مرقه انسانی مشناسن، لفظ طبیش به نام تایفاید فیور یاد میشه. از نامش پیداست که یک مریضی است که مریضی باکتریایی است، واسطه یک نوع عفونت یا باکتریایی به وجود میاد و این عفونت ما به نام سالمونیلا یاد میکنیم. یعنی سبب به وجود آمدن مرقه میتونه یک باکتریا باشه و این باکتریا را ما به نام سالمونیلا یاد میکنیم. این سالمونیلا یک نوعی از باکتریاست که میتونه هر قسمتی از بدن ما را متضرر بسازه، از ناحیه جهاز هضمی گرفته، از قلب گرفته، از خون گرفته، تمام قسمت های بدن ما را متضرر می سازه و فوق العاده خطرناک است. گپ مهم دکتر صاحب محترم این است که در تمام دنیا واقعاتش قابل مشاهده است. تحقیقاتی که اجرا شده، مطالعاتی که در ممالک اروپایی و آمریکا اجرا شده نشان میده که سالانه در حدود 11 تا 13 میلیون افراد هر سال مصاب این مریضی میشه و متاسفانه در حدود 130,000 تا 160,000 نفر سالانه از این مریضی زندگی خود متاسفانه از دست میده که یک فیصدی فوق العاده بلند است. و تحقیقاتی که در افغانستان اجرا شده نشان میده که واقعات این مریضی در افغانستان نیز قابل مشاهده است و زیاد دیده میشه. در تمام دنیا واقعاتش قابل مشاهده است، در افغانستان، در پاکستان، در هندوستان، در ایران، در تاجیکستان، در هر قسمت از دنیا واقعات مرقه قابل مشاهده است. در کل در ممالک قابل مشاهده بیشتر است که وضع صحی خرابتر داره، از آب صحی خوبتر و درستتر استفاده نمی کنند. این ممالک بیشتر قابل مشاهده است. در ممالک بیشتر قابل مشاهده است که حفظ صحی آشپزخانه را مراعات نمی کنند، نظافت تشنابا را مراعات نمی کنند. در این ممالک واقعاتش بیشتر قابل مشاهده است و دیده میشه. دکتر صاحب کدام عوامل باعث تب محرقه میشه؟ بله، عمده ترین سببی که باعث به وجود آمدن مرقه میشه او عبارت از باکتریایی است به نام سالمونلا و این باکتریا بعضی شرایط مد نظر میگیره که یک فرد مصاب شه. مثلا اسبابی که باعث مصاب شدن به مرقه ما میشیم اویی است که کسایی که از آب غیر صحی استفاده میکنن، آبشان پاک نباشه، از آب جوی استفاده میکنن یا آب دریا استفاده میکنن و امثال از او آبهایی که درست پاک نباشه و صحی نباشه، از این آبها کسایی که استفاده میکنن این گروه از افراد مصاب تب مرقه میشه. در کنار از این کسایی که از غذاهای باسی استفاده میکنن، مثلا غذا در خانه میمونه 12 ساعت وقتش بگذره، اگر از او غذا ما استفاده بکنیم این میتونه باعث به وجود آمدن مرقه نزد افراد شود. در کنار از این کسایی که نظافت های تشنابای خود مراعات نمیکنن و یا بعد از رفع حاجت دستای خود با صابون نمیشوین، این میتونه باعث انتقال مرض شود. در کنار از این در صورتی که یک فرد در یک فامیل مصاب مرقه شود میتونه به اعضای دیگه فامیل نیز انتقال شود، چون یک مریضی است فوق العاده ساری است، از طریق باکتریا، از طریق مواد غایطه به بیرون رانده میشه و میتونه افراد دیگه را مصاب بسازه. در کنار از این در اطراف خانه‌ای که جوی‌هایی که آب استاده داشته باشن و آبش ملوث باشه میتونه انتقال شود. در کنار از این کسایی که از سبزیجات استفاده میکنن که به صورت درست پاک نباشه، درست شستشو نشه، میتونه از طریق سبزیجات انتقال شه و باعث سرایت مرض میشه. یعنی منبع مرض یک باکتریاست اما عامل دیگه زی دخل است تا افراد مصاب مرقه شه.
دکتر صاحب، بسیاری از فامیلا غذای خود را وقتی پخته میکنن اضافه ترش که میمونه او را در یخچال میمونه. آیا غذایی که در یخچال هم نگهداری شود بعد از 12 ساعت بعد استفاده کنن این امکان داره که شخص مصاب تب محرقه شود یا بیرون از یخچال بس بله. شد؟ هدف ما اگر در یخچال نگهداری شود امکاناتش بسیار کم است که بعد از 12 ساعت یک فرد مصاب شود، اما در صورتی که در بیرون از یخچال نگهداری شود چون باسی میشه، در صورتی که درجه حرارت بلند بره در اوج فنگس ها و باکتریا ها تراکم میکنه و باسی میشه و این میتونه باعث انتقال مرض شود. خب مشکل وطن ما شما متاسفانه ای است که سیستم برق ما درست نیست. اگر یخچال است برق نیست و اگر برق است یخچال خراب است. از این لحاظ این موارد میتونه باعث انتقال بیشتر شود. از این لحاظ برای فامیلای محترم من توصیه میکنم که کوشش باید بکنن که غذا را تازه بپزن، تازه استفاده بکنن بهتر است. اما اگر امکانات ندارن حداقل بعد از 12 ساعت باید استفاده نشه و اگر استفاده میشه کوشش شود در یک جای در یخچال و یا موارد دیگه‌ای که وجود داره که یک تعداد از هموطنان ما از جاهای سرد استفاده میکنن میتونن غذای خود بانن استفاده بکنن، مشکل نیست. اما در صورتی که غذا رنگش تغییر بکنه و یا بوی پیدا بکنه، در کنار از احساس شود که مزیش خراب شده، این دلالت به این میکنه که غذا خراب است و این باید استفاده نشه. بر علاوه از که تسممات غذایی را ایجاد میکنه این غذاها، در کنار از احتمال از موجود است که فرد مصاب مرقه یا تایفاید شود. تشکر دکتر صاحب. زمانی که من کوچک بودم، صنف 5 6 مکتب بودم، وقت مکتب میرفتم یا هم بعد از مکتب به بازی کردن به بیرون از خانه میبرادم، فامیلا در مجموع میگن به اولادای خود که بچه‌م نبراید گرمی از محرقه میشی. آیا واقعا گرمی ربط به محرقه شدن داره یا هم خیر؟ بله، موضوع خوب را اشاره کردین دکتر صاحب محترم. بله داره، گرمی داره، تاثیر داره. همین کلانای ما بعضی گپایی را که گفتن فعلا تحقیقاتی که اجرا میشه نشان میده که درست بوده. چون وقت ما بیرون میبرایم محیط ما اکثرا در همین شهر کابل که ما شما بحث میکنیم در ولایت های افغانستان شاید شما شاهد بوده باشین که در اطراف خانه ها جوی های وجود داره و در این جوی ها آب ملوث وجود داره. بعضی از هموطنان ما متاسفانه همین پایپک های آشپزخانه خودم در اوج وصل کرده که این تمامش میتونه باعث انتقال مرض شود. مثلا تفلک است متوجه نیست او دست میزنه در آب، دست میزنه در کوچه میگرده در یا خواب مشیایی که با بازی میکنه او به وجوی بله او دو افتیده او را استفاده کرده و این میتونه باعث انتقال مرض شود. از این لحاظ در فصل سالی که هوا گرم میشه واقعات مرقه در کلینیک پیش ما بیشتر میاد، در کلینیک در شفاخانه بیشتر میاد. چرا؟ بخاطر اینکه یکی از اسبابش آلودگی هوا، آلودگی غذاست، آلودگی آب است و این باعث انتقال مرض میشه. از این لحاظ برای فامیلا ما توصیه میکنیم که اطفالشان کوشش کنند از جوی هایی که آب ملوث داره، در محیطی که ملوث باشه، غذاهای باسی باشه و کثافت دانی ها باشه نزدیک خانه ها. اطفالشان باید بیرون نمانند. در کنار از این در صورتی که مکتب میرن کوشش باید شود که از آب صحی استفاده شود. اگر آب در خانه جوش داده شود بعد از او سرد ساخته شود و بعد از او برای تفلک هایشان برای اولادایشان بتن و مکتب ببرند، به نظر ما بهتر است. و یک چیز دیگه ما شما باید فراموش نکنیم که واقعاتش در شاگردای مکاتب و پانتون و مدارس به خاطر از زیاد است که دوجه از آب مشترک استفاده میشه، از تشنابای مشترک استفاده میشه. یکی از راههای شایع انتقال مریضی استفاده از تشنابهای مشترک است و تحقیقاتی که اجرا شده نشان میده کسایی که در فامیلایی که بیربار بیشتر باشه، نفوذ بیشتر باشه و وقتی یک فرد مصاب مرقه شود از دیگه را میگیرن، بیروبار بیشتر و ازدحام میتونه باعث به وجود آمدن مرقه انسانی یا تایفاید فیور نزد افراد شد. دکتر صاحب، در یک خانه یک شخصی که مصاب به تب محرقه میشه، آیا این مریضی ساری است و انتقال به دیگه اعضای خانواده هم میکنه یا خیر؟ بله میکنن، بسیار ساری. و از کدام طریق انتقال میکنه؟ عمدترین علت انتقال و مورای انتقالش از طریق مواد غایطه است، چون باکتریا از طریق مواد غایطه اطراح میشه و در صورتی که اطراح شود خارج شود چون از تشناب‌های مشترک استفاده میشه. این میتونه در صورتی که نظافت تشناب مد نظر گرفته نشه میتونه انتقال شود به افراد دیگه. در کنار از این کسایی که ارتباط صمیمی و داشته باشه میتونه از اون طریق هم انتقال شود. مثلا خانم و شوهر است میتونه از این طریق هم انتقال شود. حتی تحقیقاتی که اجرا شده نشان میده که اگر شما بوسه میگیرین از اطفالتان و مصاب مرقه انسانی یا تایفاید فیور باشین، احتمال از این موجود است که شما
شما مصاب اطفالتان مصاب مرقه بسازین. از هموطنان ما تقاضای ما است که اطفالی که معافیتشان ضعیف است بیشتر بوسه نکنن، چون میتونه خطرناک باشه. بر علاوه ازی که در بعضی موارد ناحیه روی خراب میسازه، در کنار از این میتونه سبب انتقال سالمونیلا یا انتقال سبب مرقه شود و در کنار از این بعضی امراض ساری نیز میتونه انتقال شود. عزیزایی که در رابطه با موضوع برنامه سوال دارین، شماره تماس موری اسکرین های تلویزیون است، نمبر واتساپ برنامه هم است. ایزای که شنونده هستین روی موج 96.8 اف ام میشه با شماره های 0784 4087 تماس شوید و همچنین 077 34 36 121. دکتر شبگری، وقت شخص مصاب به تب محرقه میشه، اعراض علائمش کدام است و کدام اعراض علائم را داره؟ بله. در صورتی که یک فرد مصاب مرقه انسانی یا تایفاید فیور شود، در صورتی که اینمی اعراض را که من ذکر میکنم اگر اینمی اعراض نزدش موجود بود، معنای گپی است که فرد مصاب مرقه انسانی یا تایفاید شده. عموما بر مریضا تب پیدا میشه، تبشان با مرور زمان افزایش پیدا میکنه. در کنار از این خستگی، کسالت، بیحالی و ضعف عمومی را احساس میکنن. در بعضی موارد ممکن فرد اسهالات داشته باشه و در بعضی موارد ممکن فرد قبضیت داشته باشه. در بعضی موارد دلبدی و استفراغات پیدا میشه و در بعضی واقعات شدید و اختلاطی میتونه بر مریضا خونریزی ها پیدا شه. مثلا در مواد غایطیشون خون میه. یکی از اختلاطات مرقه انسانی یا تایفاید فیور میتونه خونریزی ها در جهاز هضمی باشد. در صورتی که یک فرد نمی اعراض و علائم داشت، معنای گپی است که فرد مصاب مرقه شده و در بعضی موارد ما شاهد بودیم که بعضی از هموطنان ما مستقیم میره وقتی تن جانشان گرم میاد تب میکنه، مستقیم میره معنی مرقه را اجرا میکنن و در اوج باز آی جی جی و آی جیم که اصطلاح طبیش است او مثبت میاد و این مستقیم میره و دواخانه و از دواخانه دوای مرقه را میگیره که این کار هموطنان گرامی درست نیست. در صورتی که مریض اعراض و علائم داشته باشه و مریض درمانی فیزیکی تثبیت شود که مصاب مرقه است و در کنار از این بر مریض معاینات پیشرفته تر و خوبتر اجرا شود و تثبیت شود که مریض مصاب مرقه انسانی است، بعد از او باز دکتر متخصص تصمیم میگیره که فرد مصاب مرقه انسانی یا تایفاید فیور شده و کسایی که خودسرانه معاینه مرقه یا تایفاید اجرا میکنن و مستقیم پیش دکترها میرن و بر دکترای خود میگه که من مرقه هستم، پیش از اینکه ما از مریض پرسان کنیم مریضا خودش میگه ورق در دستش است پیش ما میگه که ما مصاب مرقه شدیم بر ما دوا بدید، در حالی که امی آی جی جی و آی جیم انتی بادی هاست میتونه در بعضی امراض دیگه هم مثبت دیده شود که دلالت به این نمیکنه که شما مصاب مرقه شدین. هموطنان گرامی عزیز، در صورتی که نمی اعراض که من ذکر کردم، درد ناحیه شکم، دلبدی و استفراغات، در بعضی موارد اسهالات و در بعضی موارد قبضیت، تب بر شما پیدا شود و تب به شکل وقفه‌ای افزایش پیدا بکنه، زیاد شود، این دلالت به این میکنه که شما مصاب مرقه شدین. در غیر از او شما مصاب مرقه نیستین، ممکن کدام آفت دیگه باشه. دکتر، تفاوت تب محرقه با اسهال و عفونت‌های معمولی دیگر چی است؟ چی تفاوت داره اگر تشخیص تفریقی بکنیم؟ بله. تفاوتش عموما ما قبلا سر از این موضوع کم بحث داشتم، گفتیم که تب مرقه به شکل تدریجی افزایش پیدا میکنه، زیاد میشه، از کم به بالا میره. بله. در کنار از این در صورتی که یک فرد مصاب تسممات غذایی شود، از نظر به تاریخچه‌ای که ما میگیریم ما تثبیت میکنیم که فرد مصاب تسممات شده یا مصاب مرقه است. چون مریض پیش ما وقتی میاد بر ما میگه که ما وقتی غذا را خوردم، بعد از خوردن غذا بر ما اسهالات پیدا شد، معنای گپی است که تسمم غذایی شده. در کنار از این بر ما میگه که ما وقتی آب خوردم، بعد از خوردن آب بر ما اسهالات پیدا شده، معنای گپی است که تسمم است. اما در صورتی که یک فرد مصاب تب مرقه شده باشه، تبشان به شکل وقفه‌ای افزایش پیدا میکنه، ممکن هفته ها طول بکشه، اما در تسممات غذایی بعد از 12 ساعت یا 24 ساعت وضعیت مریض خراب میشه. کوتاه مدت است درون. بله. دکتر شبای کودکان و سالمندان بیشتر در معرض خطر هستند؟ بله. کسایی که معافیت وجودشان ضعیف باشه، مثلا اطفال، مثلا کسایی که امراض سرطانی داره، کسایی که مریضی شکر داره، کسایی که روماتیسم داره، کسایی که سرطان داره، کسایی که امراض مزمن دیگه داره که دامدار با شخص رفیق است، این گروهی از افراد بیشتر در خطر مصاب شدن و مرقه قرار دارند. در کنار از اطفال بیشتر در خطر است. در کنار از کسایی که سنشان بالا باشه، بعد از 50 سال این گروهی از افراد بیشتر در خطر مصاب شدن و مرقه قرار دارند. دلیل از این است که
معافیت این گروه افراد ضعیف است و این گروه از افراد بیشتر مصاب مرقه میشه. ببینید دوستای گرامی، در صورتی که یک مرض داخل بدن ما میشه، سیستم دفاعی ما طوری آماده میشه که در مقابل اون میکروب و یا عفونت مبارزه میکنه و کوشش میکنه او را از بین ببره. در صورتی که بدن ما میکروب از بین بردن نتونه، باز دیگه اعراض و علائم بر ما پیدا میشه و وضعیت ما را خراب میسازه. از این لحاظ این دو گروه از افراد را که شما نام گرفتین، افراد هستند که سیستم دفاعی از یا ضعیف است و یا را بیشتر متاثر میسازه و وضعیتشان متاسفانه خراب میسازه. دکتر صاحب عزیز، وقتی که یک شخص مراجعه میکنه به کلینیک و نزد دکتر میاد، کدام آزمایشات لازم است به خاطر تشخیص برش انجام شود؟ یا تنها بلد اگزم که مو آی جی جی و آی جی ام میبینن تنهایی کفایت میکنه، یا هم معاینات دیگری هم وجود داره که به خاطر تشخیص شود که تب مرقه است؟ بله، موضوعات خوب را اشاره کردین. برای دکتر صاحبای جوان و برای مسئولین طب بسیار مهم است. من دو توصیه میکنم هموطنان گرامی که شما دو معاینه را به خاطر تثبیت مرقه اجرا نکنین. یکی می آی جی جی و آی جی ام که شما گفتید، معاینه خون است و یک ویدال تست است. این دو معاینات است که معاینات بسیار سابقه است، چیزای آپدیت نیست، تازه نیست. خوبترین معاینه به خاطر تثبیت مرقه و عبارت از کلچر خون است که باید کلچر شود، تثبیت شود که آیا میکروب وجود داره نداره، سالمونلا وجود داره نداره. یک. دوم، شما میتونین ادرار مریضا را کلچر بکنین. در کنار از در بعضی موارد ما مغز و استخوان مریضا را کلچر میکنیم در واقعات بسیار شدید. در کنار از در بعضی موارد ما رپید دیاگنوستیک پی سی آر بر مریضای که مشکوک به مرقه باشه اجرا میکنیم و در او تثبیت میشه که فرد مصاب مرقه شده یا نشده. در کنار از در صورتی که این امکانات نباشه، مثلا یک فرد است در یک ولسوالی بسیار دوردست افغانستان هست، دکتر است، اوجا کار میکنه، خدمات صحی را ارائه میکنه، اوجا امکانات کلچر نیست. باز باید چی بکنه؟ نظر به اعراض و علائم باید دکتر مربوطه تصمیم بگیره. در کنار از این بر مریض باید معاینه فیزیکی اجرا بکنه و در کنار از این یک معاینه دیگه که بسیار ساده است، او را ما معاینه ایثار یاد میکنیم. معاینه خون است، در صورتی که بلند باشی دلالت به میکنه که ممکن فرد مصاب مرقه شده باشه. در کنار از این معاینه ساده که وجود داره و عبارت از معنی سی بی سی است که کرویات سفید یا حجرات دفاعی میتونه بلند بره و در بعضی موارد میتونه پایین شود که تمامشان دلالت به این میکنه که فرد مصاب مرقه شده. و یک چیز دیگه ما شما باید فراموش نکنیم، امو آی جی جی و آی جی وقتی ما شما اجرا میکنیم او در کیت اجرا میشه و بله کیت ها اجرا میشه. این کیت ها بسیار مهم است که از کدام کمپانی است. کمپانی خوبی وجود داره، چون در بعضی موارد اون کیت ها در حدود شاید 20 و 30 افغانی به او کیفیت از خراب است و درست راپور نمیده. مریض مرقه داره و اوج بر تو منفی راپور میده و یا مریض مرقه نداره اوج بر تو مثبت راپور داده. نظر به ما نظر به آی جی جی و آی جی ام تشخیص کردن نمیتونی. و در کنار از این یاد شما باشه دو فصل کرونا در سال 2019 مریضا همین معاینه آی جی جی و آی جی ام اجرا میکرد، وقتی مثبت می بود باز نه کرونا هستم. یعنی معنی گپی است که در بعضی انتانات دیگه تنفسی میتونه مثبت شود، در بعضی انتانات دماغی میتونه مثبت شود، انتانات در قسمت دیگه بدن هم اگه باشه تایفاید آی جی جی و آی جی مثبت راپور میده. در صورتی که مثبت راپور بده حالا تو باید مشکل تنفسیش کنترل کنی یا مرقه را. بعضی از دکتر صاحبا اگر تجربهشان کافی نباشه بازو مستقیم میره سر مرقه در حالی که مشکل در تنفس مریضا می باشه. از این لحاظ هموطنان گرامی بهترین راه تشخیصی به خاطر تایفاید است که ما باید معاینه خون اجرا بکنیم، کلچر باید اجرا بکنیم، یا مواد غایطه باید کلچر شود یا ادرار باید کلچر شود و یا خون باید کلچر شود. در واقعات شدید که ما مشکوک میشیم باز مغز و استخوان مریضا را کلچر میکنیم. اما کسایی که در مناطق دوردست افغانستان زندگی میکنن و دکتر صاحبا هستن، بر از ما توصیه میکنم که معاینه سی بی سی، ایثار و تایفاید آی جی جی و آی جی ام وقت اجرا بکنن که مطمئن شون که کیتایی را که استفاده میکنن از کمپانی‌های خوب و بالاست. در افغانستان دکتر صاحب یک دیگر از هموطنان ما همین قسم از وقتی این تب را پیدا میکنه اول به نزد دکتر مراجعه نمیکنه که دکتر صاحب برش معاینات را نشه کنه، به مو لابراتوارهای ابتدایی که نزدیک خانهشون یا پولیم دواخانه که نزدیک خانهشون است اونجا مراجعه میکنن، میگن که اول تب مرقی ما را یک معاینه کن. اونا که معاینه میکنن باز دمی کیتا و این کیتا استاندارد نیست دکتر صاحب. پس باید اول نزد دکتر مراجعه کنه و استاندارد معاینه شوید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم دکتر صاحب. علیکم سلام، صبحتان بخیر. مهربانی برادر عزیز. بخیر باشید دکتر صاحب عزیز. جمشید هستم از کولالاپشته با تماس شدم. مهربانی جمشید جان. دکتر صاحب می
چند روز شده که یک تو لرزه میده جانم، خونبینی میشم به میوای گرمی. نمیفهم که احساس مورقه است کدام گپ دیگه. من میخواستم که واقعی چی رقم است که امور معلومات بدیم برام. چند ساله هستی جمشید جان؟ چند ساله هستین؟ بله. چند ساله هستی؟ 32 ستم دکتر صاحب. 32. سلفه میکنی؟ سلفه گلون دردی نداری؟ بله. بله. سلفه نمیکنین؟ سلفه و گلون دردی دکتر صاحب گاهی دارم. گاهی داری؟ سوزاک نمیاد. سلفه و گلون دردی. سوزاک نیستین؟ سوزاک؟ بله. سوزاک نیستی؟ صدایتان پخش میاد دکتر صاحب. درست است. شما برنامه را تعقیب بکنید و سوال شما را جواب دکتر میتونم برادر گرامی. عزیزایی که تماس بگیرین کوشش کنین که صدای تلویزیونتان را پخش کنین و صدای ما و دکتر صاحب را از طریق گوشیتان بشنوین. عزیزایی که شنونده هستین روی موج 96.8 اف ام میشه با شماره‌های 0784 4087 تماس کنین و همچنین 077 34 36 121. بله دکتر صاحب، برادر ما تماس گرفته جمشید جان، اعراض علائمی که داره آیا ربطی داره برای تب محرقه؟ بله. ببین جمشید جان، کسایی که تب و لرزه داره و یا خونبینی میشه، تب میتونه از اثر انتان به وجود بیاید. یک چیز فراموش نکنید، تب میتونه از اثر میکروب یا عفونت به وجود بیاید. این عفونت میتونه باکتریاها باشه، میتونه فنگس ها باشه، میتونه ویروس ها باشه. برای دکتر متخصص مهمی است که نوعیت از باید دریافت کنه. من قبلا هم بر شما گفتم دوست گرامی که تنها تب در مرقه پیدا نمیشه، میتونه در بعضی امراض دیگه هم پیدا میشه. برادر گرامی، کسایی که سلفه میکنن، گلونشان درد میکنه و گلو درد باشه، دلالت به این میکنه که انتانات طرق تنفسی و انتانات در ناحیه گلون شما وجود داره. از این لحاظ حدسمایی است که شما ممکن مصاب مرقه نباشین، بلکه میتونه انتانات طرق تنفسی شما را مصاب ساخته باشد، در صورتی که شما اعراض دیگه بر شما پیدا شود. مثلا درد ناحیه شکم بر شما پیدا میشه، اسهالات پیدا میشه، در کنار از این جان دردی، خستگی و کسالت بر شما پیدا شود، معنای گپی است که شما ممکن مصاب مرقه شده باشین. از این لحاظ حدسمایی است که شما تب و لرزه‌تان ممکن تاثیر گلو و ناحیه انتانات طرق تنفسی باشه. تشکر دکتر صاحب. سرمایونات که بیشتر بحث کردیم دکتر صاحب، یکی از مایونات تا گفتین که باید از مغز استخوان گرفته شه یا بون میرو که برش میگن. بله. آیا این زیاد دردناک نیست؟ بعضی کسا رو وقتی بهش که از مغز استخوان میگه میترسه، میگه چقدر درد داشته و دقیقاً این از کدام قسمت استخوان گرفته میشه؟ عموما از استخوان‌های کلان اگه گرفته شه بهتر است. خوبترین موقعیتش ناحیه کمر است که از کمر مغز استخوان گرفته میشه. دردآور نیست. یک پیچکاری یا دیره که ما اجرا میکنیم، همونطور یک پیچکاری یک سوزن زده میشه و مغز از او گرفته میشه، در حدود 3 دقیقه 4 دقیقه وقت میگیره. بعد از 4 دقیقه مریض صحتیاب میشه و میره. اما در صورت دردناک نیست که با یک شخصی که مسلکی باشه اجرا شود. در صورتی که با واسطه شخص مسلکی اجرا نشه باز خطرناک هم از سوی رشته‌های عصبی است و حتی میتونه سبب فلج شود. اما یک چیز رو ما شما باید فراموش نکنیم که در مرقه وقتی مریض به مرحله وخیم و اختلاطی بره با خاطر تشخیص مرقه، باز ما بون میرو کلچر توصیه میکنیم. در غیر از او برای هر مریضی که مصاب مرقه میشه بون میرو کلچر توصیه نمیشه. در مرحله نهایی و آخری و اختلاطی باز معاینه باید توصیه شود و تثبیت شود. دکتر صاحب، اگر تب محرقه به موقع درمان نشود چه عوارض دیگر را در پی داره؟ بله، در صورتی که یک فرد مصاب مرقه شود و این فرد مرقه را تداوی نکنه، تماس وصل کنیم میم دکتر صاحب. بله سلام علیکم. بله دکتر صاحب خوب هستین؟ بسیار زیاد تشکر. میربونی برادر عزیزم. بله دکتر صاحب، من سرفه دارم و در طرف شب زیاد تب دارم دیگه. میشه درباره علائم مرقه به ما معلومات بدید؟ چند سال هستی برادر گرامی؟ 23. 23 سال هستین. از کجا تماس گرفتی؟ از لوگر. از لوگر تماس گرفتین. چقدر وقت میشه سلفه و تب دارین از طرف شب؟ چقدر وقت میشه؟ 2 هفته میشه. 2 هفته. سلفیتان خشک است یا بلغم داره؟ بله بلغم داره. بلغم داره. درسته. شما رادیو رو تلویزیون رو تعقیب بکنین، من سوال شما رو جواب میدم.
عزیزایی که در رابطه با موضوع برنامه سوال دارین، شماره تماس ما روی اسکرین های تلویزیونتون است. عزیزایی که شنونده هستین روی موج 96.8 اف ام میشه به شماره 0784 4087 تماس شوین، همچنین 077 34 36 121. دکتر صاحب، اعراض دیگر هم تب مرقه در پی داره آیا؟ اگر بله در موقع درمان نشود؟ بله. ما سوالی هموطن جواب میتونم بعد از او سر سوال شما میم هموطن ما منتظر نمانن. ببین برادر گرامی، شما گفتین که اعراض و علائم مرقه چی است. من قبلا هم بر شما عرض کردم که مریضات تب داره، تبشان به شکل وقفه‌ای افزایش پیدا میکنه، خستگی، کسالت، بیحالی، جاندردی، دلبدی و استفراغات، در بعضی موارد اسهالات و در بعضی موارد ممکن استفراغات قبضیت داشته باشه افراد. اینمی اعراضشان است. در کنار از این در بعضی موارد میتواند خونریزی ها باشه، در واقعات شدیدش میتونه خونریزی در مواد غایطیشان دیده شود. و سوال دوم شما برادر گرامی، سلفه یک عرض است، به این معنی که یک مرض دیگه وجود داره که باعث سلفه میشه. این ما باید پیدا بکنیم. کسایی که مشکلات قلبی داشته باشه مصاب سلفه میشه. کسایی که حساسیت ها داشته باشه میتونه سلفه برشان پیدا شه. کسایی که مصاب انتانات طرق تنفسی میشه، گلونشان میکروبی میشه و یا ششایشان در صورتی که میکروبی شوه یا میتونه باعث سلفه شوه. از این لحاظ هموطن گرامی، ما بر شما توصیه میکنم که سلفه شما بلغم دار است و 2 هفته میشه که شما سلفه میکنین، با یک دکتر داخله در نزدیک خانه تان اگر باشه، دکتر معالج باشه و یا متخصص باشه، باید آوازهای ششای شما شنیده شوه و شما باید دوای لازمه و آنتی بیوتیک لازمه اگر دکتر متخصص لازم بدانه بر شما توصیه شوه. ما مطمئن هستیم که مشکلتان حل میشه. و در کنار از این بر شما توصیه میکنم که از سبزیجات به اندازه کافی استفاده بکنین، از میوه به اندازه کافی استفاده بکنین. اگر سیگرت، مواد مخدر دودزار استفاده میکنی 100% بند بسازین، مشکلتان برادر گرامی حل میشه. و جواب سوال شما گفتین که عوارض دیگر هم بله. در صورتی که یک فرد مصاب مرقه شوه، اگر این مرقه خود تداوی نکنه کدام مشکل برشان پیدا میشه بسیار مهم است. در صورتی که هموطنان گرامی یک فرد مصاب مرقه انسانی شوه، ما 2 شکل از مرقه داریم دکتر صاحب محترم. یکی مرقه انسانی است که ما به نام تایفاید فیور یاد میکنیم، یک مرقه دیگه است که ما به نام بروسیلوزس یاد میکنیم که به نام هموطنان ما به نام مرقه حیوانی میشناسن. در صورت هر دویش مریضی باکتریایی است و میتونه هر دویش اعراض وصفی خود داشته باشه. در صورتی که یک فرد مصاب مرقه انسانی شوه یا مصاب تایفاید فیور شوه، اگر را کنترل نکنه کدام مشکلات برشان پیدا میشه؟ در اکثر سیستم‌های بدن میتونه تغییرات ایجاد شود. مثلا در جهاز هضمی، در معده و روده ها میتونه خونریزی ایجاد شود. خونریزی دوامدار میشه و حتی میتونه مریض به طرف کمخونی ها ببره. در کنار از این میتونه در عضله قلبی مشکل ایجاد بکنه. در عضله قلبی میتونه عضله قلبی ملتهب شود، التهابی شود که ما به نام پریکاردایتس یاد میکنیم. در کنار از این در بعضی موارد میتونه همون نظم قلب برهم بزنه، آوازهای نرمال قلب را که ما شما میشنویم که عبارت از دوپ لوپ است، این خراب میشه، آوازهای اضافی در ناحیه قلبی شنیده میشه و همون نظم قلب برهم میخوره. در کنار از این میتونه التهاب در قدی پانکریاس میتونه ایجاد شود، التهاب میتونه در کیسه صفرا ایجاد شود، التهاب میتونه در جگر ایجاد شود که ما به نام هپاتیت یاد میکنیم که میتونه در جگر ملتهب شود. در کنار از این میتونه در خون تغییر بیاید، خون ما کم میشه چون خونریزی وجود داره و خونریزی باعث از این میشه کمخونی ایجاد شود. در کنار از این ما یک مرحله داریم که ما به نام سپسیس یاد میکنیم که فوق العاده خطرناک است، کشنده است. مریضا میکروب خونشان بالا میره، تعداد تنفسشان زیاد میشه، در بعضی موارد تعداد تنفس کم میشه، تعداد ضربان قلب بیشتر میشه، در بعضی موارد کاهش پیدا میکنه که حالت ما به نام سپسیس یاد میکنیم. مریض به طرف سپسیس میره. در صورتی که ما سپسیس تداوی نکنیم، بر دکتر صاحبای جوان این مهم است، سپسیس به سویر سپسیس میره، سویر سپسیس سپتیک شاک میره، ملتی ارگان فیلر، در نتیجه سبب مرگ مریض میشه. یعنی یکی از اسباب مرگ میتونه مرقه باشه. در کنار از این میتونه مشکلات را در استخوان‌های ما ایجاد بکنه، استخوان‌های ما پوکی پیدا میکنه، در بعضی موارد میتونه التهاب ها در استخوان‌های ما پیدا شود. از این لحاظ دوستای گرامی، در صورتی که یک فرد مصاب مرقه انسانی شود، تمام ارگان‌های بدن ما را متضرر میسازه و میتونه خطرناک باشه و حتی میتونه سبب مرگ مریض شود. تشکر دکتر صاحب. از اینکه برنامه را بیننده هستین، یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم.
خوش برگشتین هموطنان عزیز. برنامه طب خانواده از رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی بیننده هستین. از یک در رابطه با موضوع برنامه تب مرقه سوال دارین، شماره های تماس ما روی اسکرین های تلویزیون دارن است. همچنین نمبر واتساپ برنامه است. از یک شنونده هستین روی موج 96.8 اف ام میشه با شماره 0784 4087 تماس شوین و همچنین 077 34 36 121. دکتر صاحب گرامی، تب مرقه چقدر وقت در بر میگیره و درمانش چقدر وقت در بر میگیره؟ بله، وقتی یک فرد مصاب تب مرقه میشه عموما یک هفته طول میکشه که نمو اعراض و وصفیش ایجاد شود. در بعضی موارد ممکن 3 روز یا بیشتر از او دوام بکنه که اعراض و علائم به وجود بیاد. در کنار از این پروتکل تداوی بسیار ساده است. عموما 7 تا 14 روز پروتکل تداوی وجود داره. در صورتی که از این بیشتر شو پلان تداوی بازی دلالت به این میکنه که مریض ممکن اختلاطی شده باشه. ما در پروتکل تداوی چند آپشن داریم، چند لایحه داریم که لایحه اولیش مثلا اگه مریض در مرحله حاد پیش ما مراجعه بکنه، ما 7 تا 14 روز آنتی بیوتیک توصیه میکنیم. آنتی بیوتیک های خاصی وجود داره، مختص به خود داره، امی سالمونلا را از بین ببره، منبع تب و مرقه را از بین بره. عموما تا 14 روز خوب میشه. اما در بعضی موارد بعضی تداوی های حمایوی ما داریم. تداوی حمایوی برای کسایی گرفته میشه که در مرحله اختلاطی بیاید. مثلا مریض اسهالات بسیار شدید داره، ماها و هفته ها طول کشیده، مریض مصاب دیهایدریشن شده یا آب وجودش کم شده. در صورتی که آب وجود بدن کم میشه، در این حالت نیاز به این داره که مریض باید زیر مایعات باید به اندازه کافی داده شود. در کنار از این اگه مریض بستر شود بهتر است. در کنار از این در بعضی موارد میتونه چون اسهالات داره، استفراغات داره، مریضا ممکن الکترولایت امبالانس نزد مریضا ایجاد شود. الکترولایت های بدنشان سدیم، پتاسیم کاهش پیدا میکنه، باید این دوباره اعاده شود. در کنار از این در بعضی موارد باز ما مریضایی که در مرحله سپسیس پیش ما مراجعه میکنه، چون قبلا ما به این موضوع اشاره داشتم که یکی از اختلاطات تب مرقه‌ای است هموطنان گرامی که ممکن میکروب خون بسیار بالا بره، حالت تنفس مریضا خراب شود. در کنار از این استفراغات بسیار شدید برشان پیدا میشه، نظم قلبش بر هم میخوره. در او حالت‌ها باز ما مریضا رو عموما در اتاق مراقبت‌های جدی بستر میکنیم و اقدامات عاجل طبی را اجرا میکنیم. یعنی پروتکل تداوی در صورتی که مریض در مرحله اولی به کلینیک یا شفاخانه یا پیش دکتر متخصص خود مراجعه بکنه، اکثرا در مرحله اولی تداوی میشه تا 14 روز مریض خوب میشه. اما در صورتی که ناوقتر مراجعه بکنه و یا مرقه طولانی بانه، ماها و هفته ها طول بکشه و تداوی نشه، باز میتونه به مرحله اختلاطی بره که باز تداوی از یک ذره جنجالی است. دکتر صاحب یکی از خواهرای من تماس گرفته بود، میگه که 1 سال میشه که تب مرقه دارم، همراهش تبم دارم و دلدردی هم دارم. توصیه تان چی است؟ آیا هر بار که خواهر ما حتما میرن به لابراتوارایی که استاندارد نیست و معاینه میکنه اونا آی جی جی و آی جی میشان مثبت میاد، به مو فکر رفتن؟ دکتر محترم از من مادر ما بابا چیز میشه مرقه نیست، دولی دکتر بودش میگه مرقه نیست، میگه چیزو از طرف دیگر پایش اصلا شد سوخت درد میگیره. پایش سوخت میگیره؟ پایش؟ پایش او سر سوخت میگیره. سیال است. مادرتان چند سال است برادر عزیز؟ مادر ما 40 نه. وزنش چقدر است برادر گرامی؟ وزنش براتون معلوم است؟ چند کیلو وزن دارن؟ نه بودیم دکتر. وزنشان چقدر است؟ آیا براتون معلوم است؟ وزنش فقط بالا نیست دیگه، نیست لاغر است، نیست متوسط است. کدام مریضی دیگه داره؟ کدام مریضی دیگر هم داره؟ یا شکر، فشار بلند، مشکلات دیگر هم داره؟ برادر عزیزم، آیا مادر جان شکر، فشار بلند دیگر مشکلات هم داره یا خیر؟ به خاطر نفس‌تگیشان پیدا کرده بودم نفس‌تگی کم بالا رفت دیگه. اکسیژن و چیز زیر اکسیژن گرفته بود، دوا و چیزا دیگه میگم کمی فایده کرده، زیاد نمیگه. به طرف سوخت دیگر هم پایان سوخت میکنم، سر سوخت میکنم. تشکر. تشویشی است برادر؟ تشویش میکنه؟ خب از که تماس میگیریم کوشش کنیم که صدای ما از طریق گوشی بشنویم. تشکر برادر عزیزم، برنامه را بیننده باش. دکتر معلومات میده. سپاسگزار هستیم از شما. از یک تماس میگیرین کوشش کنین که صدای ما و دکتر صاحب از طریق گوشتان بشنوین و صدای تلویزیون رو پخش کنین. از یک شنونده هستین روی موج 96.8 اف ام میشه به شماره 0784 4087 تماس کنین، همچنین 0774 36 121.
بله دکتر صاحب، در رابطه با خواهر ما که 1 سال میشه مرقه بله. دارن. خواهر گرامی، کسایی که مرقه داره، مرقه عموما 1 سال طول نمیکشه. این رو باید تو متوجه باشید. ممکن شما معاینه دقیق را اجرا نکنین. قبلا ما سر از این موضوع بحث کردیم که تب، دلدردی تنها و تنها در مرقه پیدا نمیشه، در بعضی امراض دیگه هم پیدا میشه. مثلا کسایی که مشکلات روده داشته باشه، امعایشان مشکل داشته باشه، میکروب روده داشته باشه، آمیب داشته باشه، جاردیا داشته باشه، میکروبای روده است، یا میتونه باعث تب دوامدار بر افراد شود. در کنار از این، در صورتی که شما معاینه کلچر خون اجرا کرده باشیم که کلچر خون عموما 1 هفته 3 تا 1 هفته طول میکشه که راپور از او بیاید، که ما مطمئن هستیم که شما این معاینه را اجرا نکردین. در صورتی که شما این معاینه را اجرا کردین، بعد از او راپور تثبیت شد که شما مصاب مرقه شدین، باز شما پلان تداوی برای مرقه را بگیرین. بارها ما تو مریضا را شاهد بودیم که سالها و ماها دوای مرقه را میگیرم و مریض مرقه نیست. ما دوایش تغییر دادیم، پروتکل جدید برش گرفتیم، مریض جور شده. از این لحاظ ما بر شما توصیه میکنم خواهر گرامی که شما معاینه کلچر اجرا بکنین، دلتان کلچر خون اجرا میکنین، کلچر مواد غایطه و یا کلچر ادرار اجرا بکنین، راپورشان میتونین با دکتر متخصصتان ببرین. در صورتی که مثبت باشه بر شما دوای لازمه ضرورت است، غیر از اون حد سمایی است که شما مصاب مرقه نیستین. و برادر ما بله، برادر ما تماس گرفتن، گفتن که مادر جانشان پایشان سوخت میکنه، سرشان سوخت داره، پیش دکتر صاحب مراجعه کرده. ببینین کسایی که پایشان گرم سوخت میکنه، سوزنک میزنه، این میتونه از سر آفتهای متعدد باشه. کسایی که چربی بلند خون داشته باشه، ما کوشش کردیم که بعضی سوالا را از هموطن ما بکنم اما متاسفانه تماسشان قطع شد، صدای ما را نمیشنید. از این لحاظ برادر گرامی، کسایی که ویتامین B12 در بدنشان کم میشه میتونه پاهایشان سوخت پیدا بکنه. کسایی که کمبود کلسیم و ویتامین دی داره میتونه پاهایشان سوخت بکنه. در کنار از این کسایی که چربی خون داشته باشه یا میتونه این مشکل ایجاد بکنه. چربی خون یک چیز رو شما باید فراموش نکنیم که کسایی که چربی خونشان زیاد میشه اکثرا کسایی هستن که چاق است. اما من مریضایی را دارم که بسیار لاغر است، بازم چربی خونشان بالاست. یک شکلی از افزایش چربی خون ما داریم هموطن گرامی که او را ما به نام فامیلیل هایپرکلسترولمیا و یا فامیلیل هایپر تریگلیسیریدمیا یاد میکنیم. در صورتی که تریگلیسیرید یا مو چربی جگر که به اصطلاح مردم عام میشناسند میتونه به شکل فامیلی زیاد شود و یا چربی خون میتونه به شکل فامیلی افزایش پیدا بکنه. مریض لاغر است، وزنش زیاد نیست، بازم چربی خونش بلند است. این دلالت به این میکنه که ممکن چربی خون بالا باشه. همین فاکتورایی را که من بر شما گفتم، از این فاکتورها حتما مادر جان شما یک داره. شما برای پلان تداوی برای این موضوع بگیرین. ما مطمئن هستم که مشکلشان حل میشه. استفاده ویتامین دی را فراموش نکنین. شیر ماست باید به اندازه کافی بگیره. مشکلات روحی و روانی اگر داشته باشه تشویش میکنه، تشویشاشون کم بسازین. ما مطمئن هستم که مشکل مادر ما حل میشه. دکتر صاحب، یکی از خواهرای دیگه ما که تماس گرفته 37 سال عمر دارن و مصاب به محرقه حیوانی شدن. بله. و پای دردی، جان دردی، بدشان دلشان یا درد میکنه و در پلوی از این میگه تداوی کردیم و هر بار که تداوی میکنم دوایم تا وقت خلاص میشه خوب هستم، بعد دیگه دوا تمام میشه دوباره این اعراضم دوباره شروع میشه. آیا استاندارد تداوی نشده یا هم مرقهشان صحیح تثبیت نشده؟ بله. در بعضی موارد خواهر گرامی آنتی بیوتیکایی که به خاطر بروسیلوز یا مرقه حیوانی توصیه میشه، آنتی بیوتیکا در بعضی موارد مقاوم میشه یا مو انتان بروسیلایی که در مقابل آنتیبیوتیکی که شما دوامدار استفاده میکنین مقاوم میشه. در صورتی که مقاومت ایجاد بکنه در اون حالت عموما تداوی ناقص میشه. از این لحاظ خواهر گرامی به خاطر تثبیت دقیق بروسیلا نیاز به کلچر است و در کنار از این گروپ دوایی که دکتر متخصصتان بر شما انتخاب میکنن، ما توصیه میکنم که گروپ دوایی باید تغییر داده شود، آنتیبیوتیک مناسبتر و قویتر انتخاب شود. با این پروتکل حتما مرقه حیوانی شما خوب میشه. دکتر صاحب، وقتی یک شخص تثبیت میشه که محرقه داره، حتی به محرقه، آیا بستر میشه به شفاخانه هم در خانه هم امکان پذیر است که در خانه دوای خود بگیره و خوب شود؟ بله، در صورتی که مریضی با موقع تشخیص شود و زود تشخیص شود اکثر مریضا در خانه تداوی میشه. اما مشکل وطن ما متاسفانه ای است که مریضا در مرحله پیش دکتر صاحب مراجعه میکنن که در مرحله اختلاطی و یا مرحله مریضیش پیشرفت کرده باشه میتونه در این مرحله به این مرحله به کلینیک شفاخانه مراجعه بکنه. از این لحاظ در صورتی که در مرحله اولی و ابتدایی تثبیت شود که فرد مصاب مرقه هست، دوا شروع شود،
7 تا 14 روز بعد جور تیار است و صحتمند است. اما در صورتی که مریض به مرحله وخیم بره، مثلا سوالای رو ما شما داشتیم که ماها، سالها و هفته ها یک فرد مصاب مرقه است اما مرقهش خوب نشده، معنایش است که مریضا ممکن به طرف اختلاطی شدن مرقه بره. در این حالت در صورتی که تکان قلب مریض زیاد بود، تعداد تنفس مریض زیاد بود، تغییرات در خونش موجود بود، خونریزی در جهاز هضمی بود، مریضا رو ما بستر میکنیم. یا مریض در حالت سپسس باشه، در این حالت ما مریض بستر میکنیم. در غیر از او اکثر مریضایی که مصاب مرقه انسانی و یا مرقه حیوانی، در دویشان ما در خانه زیر تداوی میگیریم، مریضا اکثرا خوب میشه. بله سلام، صبح بخیر، خوب هستین؟ دکتر سلام محترم، از من مادرم است که نفس‌خیزی هم داره دیگه، تکلیف سابق مرقه داشت ولی مرقهش از ماینا رو چیز کرده میگه مرقه نیستی. به نفس‌خیزی گفت خیلی پیشرفته است، نگفتم تاثیری چی باشه. یا از طرف صبح دیگر چیز میشه، یعنی پایش و سرش سوخت میگیره، دیال و خسته و چیز هسته میشه. بدون نفس قیدی برادر گرامی دیگه چی مشکل داره؟ پایش خونه میپنده؟ نه پایش نمیپنده دیگر، از طرف دیگر سوخت میگیره پایش. ناحیه سینه شغشغ میکنه، صدای اضافی داره؟ همین ناحیه سینه شوازای اضافی داره، سینه شغص میکنه، در زمستانا وضعیت تنفسش خراب میشه؟ سینه شغص میکنه و اگان نفسی اندام میشه دیگر. دوای سینه قیدی هم گرفتم دکتر صاحب. صحیح. مشکلشان چند سال میشه؟ چقدر وقت میشه؟ سابق هم تو مشکل داره، اون که دکتر برای موضوع دوا و چیز داره چند وقت خوب بود. بله. نزال یک مبود میدن دکتر میبریم که اکسیژن میگیره دیگه، دوا و چیز میتن همین خوب است که همین مشکل پیدا شد. پای سر سوخت میکنه، طرف سوخت و دیگر. درست است. شما برنامه را تعقیب کنید، مسائل شما را جواب میدم. تشکر برادر عزیز از تماستان. بله دکتر صاحب. برادر گرامی، مریض شما ممکن COPD داشته باشه، کرونیک ابستراکتیو پالمونری دیزیز است، یک مریضی تنفسی است که نلکای ششا خود تنگ میکنه. در صورتی که تنگ شود به اندازه کافی اکسیژن به شش نمیرسه و سبب نفس تنگی میشه. اسبابی که سبب COPD میشه متعدد است. کسایی که با دود، گرد، غبار مواجه میشن، مشکل برشان پیدا میشه. در کنار از این کسایی که همین نان پخته میکنه در تندور بله، او یک شکل از دود تولید میشه و این دود باعث از این میشه که نلکای ششا خود تنگ بکنه. یا کسایی که در معدن‌های زغال سنگ کار میکنه میتونه مشکل برشان پیدا شه. پروتکل تداوی برای است که ما باید دواهای برانکودایلاتور بر مریضا بدیم، دواهای میتیم که نلکای ششا خود تنگ کرده او را باز کنه. در صورتی که باز شود نفس تنگی مریض شما خوب میشه. در کنار از این در صورتی که یک فرد دوامدار مصاب COPD باشه، دوامدار دوای COPD را بگیره، باز میتونه در بدنشان بعضی ویتامینا کم شود، مثلا ویتامین B12 و ویتامین D در بدنشان کم میشه و در صورتی که ما این را مواظب بکنیم مریض خوب میشه. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام، صبحتان بخیر. مهربانی برادر عزیزم. بله دارم سایتان برادر عزیز. مهربانی. مبارکتون بخیر هستین، چال دارین. تشکر، زنده باشی بیادر جان. مهربانی. برادر محترم، دکتر محترم، ما سوالم این است که از طرف شب پایای ما گرم میه، پایم سوخت میکنم. بله. چند سال هستی برادر گرامی؟ ما تقریبا 41 ساله. وزنت چقدر است؟ وزنم 78. 78 کیلو. قدت چقدر است؟ 1.81. قدت 1.81 است؟ چربی خونت کدام؟ درست است. چربی خونت کدام بار معاینه کردی؟ نیست. از طرف شب گرمه دیگه کدام مشکل نداری؟ چند روز بازم کیسه صفرا کیسه صفرا کم التهابش نبود، اما چند روز فشارم بالا رفت. خب فشار بالا میره دیگه کدام مریضی داری بدون فشار بلند و التهاب کیسه صفرا؟ نه دیگه مشکل ندارم. برادر گرامی شما گفتین که پایتان از طرف شب گرمه. کسایی که پایشان از طرف شب گرمه
یا ویتامینای بدنشان و منرالایشان کاهش پیدا کرده، کم شده، و دوم کسایی که چربی خون داشته باشه که اصطلاح ما به نام دیسلیپیدمی میکنیم، از طرف شب پایشان گرمه، سوخت میکنه، سوزنک میزنه که دلالت به این میکنه که ممکن چربی خون شما بالا باشه. به خاطر کنترل چربی خون شما چهارمغز به اندازه کافی استفاده بکنین، از گوشت ماهی استفاده بکنین، برنج محدود بسازین، گوشت گاو، گوشت گوساله، شوروا، دیگه چیزایی که چرب است کمتر استفاده بکنین، از زردی تخم کمتر استفاده بکو، مشکلات حتما برادر گرامی حل میشه. یک موضوع دیگه که دکتر صاحب، در افغانستان در هر خانه یک قوطی از دوا هر کس داره، ما هم داریم یک قوطی از دوا. و بسیاری از عزیزا که در بیرون کاربار میکنن، شب خسته به خانه باز بچه میتورم قوطی دوا را بیاره باز کوت میکنه، یک تا پاراستامول که گرفت استفاده میکنه. سر موضوع دواهای خودسرانه، آیا مصرف آنتی بیوتیک در تب مورقه که خودسرانه شخص استفاده میکنه آیا مشکل ساز است؟ بله، ما یک اصطلاح داریم دکتر صاحب گرامی که به نام آنتی بیوتیک رزिस्टنس یا مقاومت با آنتی بیوتیک ها. یک مسئله جهانی است. در افغانستان متاسفانه استعمال آنتی بیوتیک ها بسیار زیاد است. وقتی یک فرد گلوندرد میشه میره مستقیم دواخانه ازیترومایسین میگیره، در حالی که در بعضی موارد میتونه گلوندردی از سر ویروس ها باشه. بر ویروس اگر شما آنتی بیوتیک بتین فایده نداره، تاوان داره. بر ویروس آنتی ویرال باید داده شود. صحیح؟ بر مورقه به این شکل، در صورتی که یک فرد مصاب مورقه باشه اگر آنتی بیوتیک بگیره ممکن برش فایده برسه. اما تجربه شخصی میره نشان میده که 80% مریضایی که پیش ما مراجعه میکنه مورقه نیست اما دوای مورقه را گرفته، خودسرانه گرفته، پیش دواخانه رفته، نفر دواخانه میگه اینی دوای مورقه است، یا سفټرکزون برش میته، یا سپروفلکس برش میته، یا دیگه دوای متعدد آنتی بیوتیک برش میته که اینمی آنتی بیوتیک ها باعث ازی شده که امو انتان خاصی که سبب تولید تب شده او تداوی نشده، مقاومت ایجاد کرده و وضعیت مریض خرابتر شده و مریض باز دامدار شکایت ازی داره که من مورقیم تداوی نمیشه، دکتر نمیفهمه و دیگه. دوستای گرامی، در صورتی که شما دواهای خودسرانه استفاده بکنین، دواهایی که تنها به خاطر مورقه استفاده میشه، بر علاوه ازی که جگر ما را خراب میسازه، گردای ما را خراب میسازه، در جهاز هضمی رودا و معده را خراب میسازه، از این لحاظ من توصیه میکنم که به هیچ وجه شما دواهای خودسرانه استفاده نکنین. در سابقات دکتر نبود، سهولت نبود، واتساپ نبود، اینترنت نبود، تلویزیون نبود که با مریضای فهم تفهیم شود. فعلا خود سهولت است، شما میتونین با دکترایتان در تماس باشین، زنگ بزنین، از طریق تماس، از طریق واتساپ، از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونه مشکلتان حل شود. در صورتی که مریض اعراض و علائم مورقه را داشته باشه و در معاینه تثبیت شود که فرد مصاب مورقه است، باید آنتی بیوتیک بگیره. در غیر از او برای هر فردی که تب داشته باشه آنتی بیوتیک ضرورت نیست و میتونه مضر باشه، خطرناک باشه و حتی میتونه کشنده باشه. دکتر صاحب، قبلا با یکی از همکاران تماس گرفت، شما زمان تاریخچه گرفتین و پرسان کردین که در کجا زندگی میکنین. آیا محل بود و باش و زندگی در یک از ولایت‌های گرمسیر ربطی داره به مورقه یا هم خیر؟ بله، در مناطقی که گرم باشه، آب و آلوده باشه، از سطح بحر پایین باشه، در این مناطق واقعات تب مورقه بیشتر است، بیشتر دیده میشه. از همین لحاظ باز ما برای این مریضایی که یا افرادی که مساعد است برای مصاب شدن به مورقه، باز ما واکسین توصیه میکنیم. مثلا در جلال آباد، مثلا در مزار شریف، مثلا در کابل، در جایی که گرم باشه، جاهایی که سیستم فاضلاب درست نداشته باشه، در جاهایی که جویهای ملوث باشه، آب صحی درست نداشته باشه، این مناطق بیشتر مصاب مورقه میشه. دکتر صاحب، به عنوان آخرین سوال، شخصی که زیر تداوی تب محرقه است از کدام غذاها و نوشیدنی ها استفاده کنه و از کدام ها پرهیز بکنه؟ بله، این سوال مهم است. یک تعداد از هموطنان ما وقتی تثبیت شود که مصاب محرقه است باز از سبزی استفاده نمیکنن یا از میوه استفاده نمیکنن، در حالی که درست نیست. شما میتونین از میوه هم استفاده بکنین، میتونین از سبزی هم استفاده بکنین، میتونین از آب هم استفاده بکنین، میتونین از شیر هم استفاده بکنین، میتونین از لبنیات هم استفاده بکنین. با یک شرط شما استفاده کرده میتونین که شما ایره درست پاک نگهداری بکنین. مثلا سبزی را درست بشوین، 15 دقیقه یا 20 دقیقه در آب انداخته شود، نمک سرش پاش داده شود و یا کلور سرش انداخته شود. در کنار از اگر شیر استفاده میکنین، شیر باید به صورت درست پخته شود بعد از او استفاده شود. در کنار از اگر از آب استفاده میکنین، آب باید به صورت درست تعقیم شود. ما بارها در چند روز اخیر مشاهد بودم، یک تعداد از هموطنان ما از خارج آمده بود، در میدان آوی وقت پایان شده بود، باز آب معدنی را استفاده کرده بود، بعد از او برش تسممات پیدا شده بود، باز بعد از او
حد سمایی شد که آب معدنی را که ما شما استفاده میکنیم ممکن درست نباشه. از این لحاظ بهترین راه پاککاری آب این است که جوش داده شود، سرد شود، بعد از او استفاده شود. در کنار از این در صورتی که ما شما از میوه استفاده میکنیم و یا کسایی که مصاب مرقه است از میوه استفاده میکنن، میوه باید به صورت درست پاک شود، در جای صحی نگهداری شود، استفاده بکنه، هیچ مشکلی وجود نداره. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سپاسگزار هستیم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. تشکر از شما و تشکر از هموطنان خوب. هموطنان عزیز، سپاسگزار هستیم از شما. تا برنامه بعد شما را به الله متعال می‌سپاریم. الله نگهدارتان.